ابوسعید عارف دلسوخته و خوشمشربی است که هر کجا سخن او رود همه دلها خوش می شود. بینشوری که هرگز لباس تزویر و ریا به تن نکرد. رندی عافیت سوز که راه رسیدن به خدا را نه تنها در بندگی و اطاعت محض که بر پایه رابطه عشق، دوستی و بیان سخنان بی‌پروای عارفانه خود می‌دید. ابوسعید از گسترش دهندگان عقیده وحدت وجود در خراسان بود. او در سده 4 هجری قمری در میهنه از روستای خاوران ابیورد چشم به جهان گشود. نام ابوسعید با نام عرفان پیوندی ناگسستنی دارد. شیخی که در زمانه پرآشوب استیلای خلفا و کارگزاران آنها یعنی سلطان محمود و مسعود غزنوی در برابر نابرابری های زمانه فریاد برآورد و اندیشه های عالمانی که همواره در پی ترساندن مردمان از خداوند قهار و جبار بودند را به باد انتقاد گرفته چنین سرود: گفتی که مرا عذاب خواهی فرمود، من در عجبم که آن کجا خواهد بود. آنجا که تویی عذاب نبود آنجا، آنجا که تو نیستی آن کجا خواهد بود. دوران جوانی و شهرت ابوسعید مقارن بود با سقوط سامانیان و ظهور حکمرانی سلطان محمود غزنوی. فرمانروایی که با کشتار بی‌پروای ایرانیان آزاده و مردم شیعی و اسماعیلی هر صدای آزادی خواهی و ایران دوستی را به بهانه مخالفت با خلیفه بغداد خفه می کرد. شیخ در چنین زمانه‌ای با ترتیب دادن ضیافت‌های مجلل و رقص و سماع صوفیانه و دلجویی از توده محروم، بی‌اعتنایی خود و دیگران را به آن فضای ترس و هراس نشان می‌داد. او می‌کوشید تا به هر طریق فرهنگ مدارا و محبت را در برابر خشونت و آزمندی و خشک‌اندیشی فرهنگ بیگانگان قرار دهد. چنانچه نقل است در آن زمان که شیخ ما به نیشابور بود، روزی به جانب گورستان می رفت. بر سر تربت مشایخ جمعی را دید که در آنجا خمر می خوردند و ساز می نواختند. صوفیان در اضطراب شده در صدد رنجاندن ایشان برآمدند. شیخ اجازه نداد و چون به نزدیک ایشان درآمد فرمود: خدا همچنان که در این جهان خوشدلتان داشته است، در آن جهان نیز خوشدلتان دارد. مجالس او علیرغم نظر صوفیان و متشرعان همراه با پایکوبی و دستفشانی بوده و بهترین غزلها و رباعی‌ها در آن خوانده می شده. ابوسعید در میان این اشعار لطیف گاه ابیاتی از خود می خواند و گویا او از نخستین عارفانی است که اندیشه خود را جامه شعر می پوشانیده است. در دیده به جای خواب آب است مرا، زیرا که به دیدنت شتاب است مرا. گویند بخواب تا به خوابش بینی، ای بیخبران چه جای خواب است مرا. او کار و تلاش و شادمانی را چون خونی در رگ‌های عرفان دوانید. بر سر منبر بیت و غزل می‌خواند و از عشق سخن می‌گفت. ترک دنیا و گوشه‌گیری
و تنها زیستن اندیشوران را ناشایست دانسته، آنان را به میان مردم کشاند.